سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز به کانال کروچ تویت مریم در یوتیوب خوش اومدین. امروز میخوایم با هم این هدبند زیبا رو ببافیم که در عین زیبایی بافت بسیار آسونی داره و زود هم بافته میشه، کانوای زیادی هم نمیبره. من الان این کار رو با کانوای آرت جینز بافتم و قلاب سایز 2.5. شما میتونید با هر جنس کانوایی که دوست دارید استفاده کنید، حتی با کانوای اکریل تاب میتونید ببافید و قلاب سایز 2. الان میخوام با کانوای اکریل تاب و قلاب باز همون سایز 2.5 ببافم. برای شروع بافت به این صورت عمل میکنیم. یک گره روی قلابمون ایجاد میکنیم به این صورت و 5 تا زنجیره میزنیم. 3 4 5. این 5 زنجیره 4 تاش به عنوان یک پایه دوبل حساب میشه و اون زنجیره اولمون حکم یه حلقه رو برای ما داره. از همینجا بعد از 5 زنجیره 2 بار نخ روی قلاب میندازم و میام توی اولین زنجیره یه دونه پایه دوبل میبافم. ما باید تو این زنجیره اولمون 4 تا پایه دوبل داشته باشیم. 4 زنجیره اول که حکم یک پایه دوبل داره، یه دونم بافتم، 2 تا دیگه پایه دوبل میبافم، یعنی 2 بار نخ روی قلاب میندازم، قلاب میره تو این حلقه، نخ میگیرم میارم بالا و 2 تا یکی میکنم. 3 بار 2 تا یکی شد. دوباره 2 بار نخ روی قلاب میندازم و 4مین پایه دوبل رو میبافم. با اون 4 زنجیره الان ما 4 تا پایه دوبل در اون زنجیره اول ایجاد کردیم. حالا 2 تا زنجیره میزنم، دوباره 2 بار نخ روی قلاب میندازم و قلاب میره تو همین حلقه، یه پایه دوبل دیگه میبافم و کنارش تو همین زنجیره 3 تا دیگه پایه دوبل میبافم. پس شد 4 تا پایه دوبل، 2 زنجیره، 4 تا پایه دوبل. این 3 تا و این هم 4مین پایه دوبل ما به این صورت. حالا 4 تا زنجیره میزنیم، 3 4 و کار رو برمیگردونیم و اینجا باز 2 بار نخ روی قلاب میندازم. از همینجا میام تو فضای 2 زنجیره‌ای. حالا 3 تا پایه دوبل میبافم، 1 2 و این هم 3. پس رج اولمون 4 تا پایه دوبل بود شروع بافتمون، اما از اینجا به بعد دیگه 3 تا پایه دوبل، 2 زنجیره و 3 تا پایه دوبل میبافیم تو فضای 2 زنجیره‌ای. این یکی، این 2 تا و این هم 3 تا. بعد از اینکه 3 پایه دوبل، 2 زنجیره، 3 پایه دوبل رو بافتیم، حالا اینجا یه پایه با زنجیره دیگه وصل نمی کنیم انتهای رج رو. انتهای رج رو با پایه دوبل 2 بار نخ روی قلاب میندازم و میام تو 4مین زنجیره، این انتهای رجمون هست، تو 4مین زنجیرش پایه دوبل رو به 2 تا نخامو یکی میکنم و یک پایه دوبل میبافم. ببینید تو 4مین زنجیره قلاب میره و 2 تا اینا رو یکی میکنم. حالا 4 تا دوباره زنجیره میزنم برای شروع رج بعدی و کار رو برمیگردونم. ببینید 4 تا زنجیره رو که زدم، کار به این صورت برمیگرده و از همینجا 2 بار نخ روی قلاب و میام تو این فضای 2 زنجیره‌ای، دوباره 3 تا پایه دوبل میبافم، این 2 تا و این هم 3 تا. دوباره 2 تا زنجیره و 3 تا پایه دوبل تو همین قسمت 2 زنجیره‌ای میبافم، این 2مین پایه دوبل و این هم 3مین پایه دوبل. دوباره به انتها رسیدم و با یه پایه دوبل تو 4مین زنجیره اینجا ببینید رج رو میبندم. شروع رج بعدیمون باز با 4 تا زنجیره است. 4 زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم و این بافت رو تکرار میکنم. 2 بار نخ روی قلاب تو این فضای 2 زنجیره‌ای 3 پایه دوبل میبافم،
2 تا زنجیره، دوباره 3 تا پایه دوبل و دیگه از اینجا بافتمون دیگه تکراری هستش. و ببینید الان من بعد از اینکه سومین پایه دوبل اینجا رو ببافم، دوباره به انتهای رج یه دوبار نخ روی قلاب میندازم و با یه پایه دوبل در 4مین زنجیره رج قبل این رج رو میبندم و باز شروع رج بعد با 4 زنجیره است و کار رو برمیگردونم و این بافت رو به همین صورت ادامه میدم. دوباره از همینجا دوبار نخ روی قلاب و توی این فضای 2 زنجیره‌ای 3 پایه دوبل، 2 زنجیره، 3 پایه دوبل و باز انتهای رج میرسیم که با یه پایه دوبل تو 4مین زنجیره رج رو میبندیم. پس شروع رج هامون با 4 زنجیره است، انتهای رجمون با پایه دوبل در 4مین زنجیره. این بافت رو به همین شکل ادامه میدیم تا طول این بافتمون به اندازه‌ای باشه که وقتی روی سر قرار میدیم از سمت جلو از این گوش تا اون یکی گوشتون اندازه باشه. پس من این بافت رو به همین صورت میبافم و برمیگردم تا اندازه مناسبم برسم. خب عزیزان، من این بافت رو ادامه دادم. حدوداً 24 رج از این پایه های دوبل ستایی رو بافتم تا حدی که دیگه برای سرم مناسب هستش و دیگه این مدل بافت رو ادامه نمیدم و میخوام حالا ادامه بافت رو به روشی که میگم ادامه بدیم. ببینید آخرین دسته ستایی پایه دوبل رو که بافتیم و با یه پایه دوبل رج رو بستیم، حالا اینجا یه زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. ببینید به این صورت یه زنجیره زدم، کار رو برگردوندم، میام روی این 3 تا پایه دوبلی که دارم روی اولیش یه پایه کوتاه میبافم، روی وسطی یعنی دومیشم یه پایه کوتاه میبافم، حالا 3 تا زنجیره میزنم و میام این 2 تا حلقه ای که ایجاد شده زیر این 3 تا زنجیره ای که زدم 2 تا حلقه هست، از توی اینا نخ میگیرم میارم بالا، یه پایه کوتاه میبافم و یه پیکوت ایجاد میکنم و میام روی پایه دوبل بعدی یه دونه دیگه پایه کوتاه میبافم به این شکل. حالا میام تو این فضای 2 زنجیره‌ای یه پایه کوتاه میبافم و میام برای بند این هدمون یه تعداد زنجیره میزنم. من حدوداً 45 تا برای این بافتم زنجیره زدم و باید اندازه زنجیرتون تعدادش به اندازه‌ای باشه که وقتی میخواید از پشت گره بزنید راحت این کار رو انجام بدید، نه خیلی کوتاه باشه نه خیلی بلند. پس من 45 زنجیره خودم رو میزنم و برمیگردم. خب من 45 تا زنجیره زدم. حالا شما هر تعدادی که گفتم مناسب هستش میخواید از پشت گره بزنید اون تعداد زنجیره رو میزنید و زنجیره هم نه خیلی درشت باشه نه خیلی ریز. حالا از زنجیره دوم قلاب میره توی زنجیره دوم، نخ میگیرم میارم بیرون و از تو حلقه ای که توی این قلابم بود در میارم، یه بست میزنم، میرم تو زنجیره بعدی و دوباره نخ میگیرم میارم بیرون، از تو حلقه توی قلاب در میارم و این کار رو ببینید ادامه میدم با حالت بست. ببینید نخ میگیرم میارم بیرون، از تو این حلقه توی قلاب بیرون میارم. در واقع داریم توی این زنجیره ها بست میزنیم توی تمام این زنجیره ها و سعی کنید زنجیره جا نیفته چون بندتون صاف و یک نواخت نمیشه، این وسط حالت جمع شده ای پیدا میکنه. پس ببینید میام توی زنجیره بعدی نخ میگیرم از تو حلقه توی قلابم بیرون میکشم. پس من این کار رو تا انتها انجام میدم. خب من تمام زنجیره ها رو بست زدم، به آخرین زنجیره رسیدم. آخرین زنجیره رم به این صورت بست میزنم و میرسم به این فضای 2 زنجیره‌ای، دوباره توش یه دونه پایه کوتاه میبافم. ببینید بندمون به این شکل در میاد، قبل و بعدش یه پایه کوتاه داخل فضای 2 زنجیره‌ای زدیم. حالا میام روی اولین پایه دوبل یه پایه کوتاه میبافم، میرم رو پایه
دوبل بعدی یه پای کوتاه میبافم و 3 زنجیره روی این پای دوبل وسط میزنم و میام این دوتا حلقه رو میگیرم و نخ میگیرم از توش بیرون میارم و با بافت یه پای کوتاه یه پیکوت اینجا ایجاد میکنم و میرم رو پای دوبل بعدی هم یه پایه کوتاه. حالا از اینجا به بعد بافتمون باز که حالت تکراری داره. میایم تو تمام این فضاهایی که حالا یا با 4 تا زنجیر است یا با پای دوبل به انتها رسیده، تو این فضاها 2 تا پایه کوتاه میبافیم. ببینید این یکی، این 2 تا. بعد 2 تا پای کوتاهی که بافتیم 3 تا زنجیره میزنم و باز این 2 تا حلقه رو، یعنی پای کوتاه آخری رو که دومی رو که زدم، این 2 تا حلقه‌ش رو میگیرم و باز با یه پای کوتاه یه پیکوت هم اینجوری اینجا ایجاد میکنم و تو همین قسمت، تو همین فضا 2 تا پای کوتاه دیگه میبافم. تو تمام این فضاهای که با پای دوبل بسته شده یا با 4 زنجیره هستش، ما 2 پای کوتاه میبافیم، یه دونه پیکوت ایجاد میکنیم، دوباره 2 تا پایه کوتاه. بعد از اینکه اینجا این 2 تا پای کوتاه زدم، میام تو قسمت دوم، اینجا 2 تا پای کوتاه میبافم، 1 2. حالا نوبت اینه که پیکوت ایجاد کنم، 1 2 3 با 3 زنجیره. و میام این 2 تا حلقه رو میگیرم، یه پای کوتاه میبافم و یه پیکوت ایجاد میکنم و باز تو همین قسمت 2 تا پایه کوتاه میبافم. ببینید به این شکل بافتمون در میاد. دوباره از همینجا میرم تو قسمت بعدی، 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2. 3 تا زنجیره میزنم، این 2 تا حلقه رو میگیرم، نخ میگیرم از توش میارم بالا و این پایه کوتاه که ببافم یه پیکوت ایجاد میشه و 2 پایه کوتاه و این بافت رو ادامه میدم به همین صورت. یعنی تو این قسمت دوباره از همینجا میام توی این قسمت دوباره 2 تا پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره، یه پیکوت، با زدن یه پایه کوتاه یه پیکوت ایجاد میکنم و باز تو همینجا 2 تا پایه کوتاه و به همین صورت تو تمام این قسمت ها هیچ فاصله ای رو جا نندازیم، میبافیم این مدل رو تا برسیم به این قسمت که 4 تا پایه دوبل داریم. تا اینجا ببافیم و برمیگردم. من بافت رو ادامه دادم و به این 4 تا پایه های دوبل که در ابتدا و شروع بافتمون بودش رسیدم. خب حالا اینجا بافت رو به چه صورت انجام میدیم؟ ببینید میایم روی، یعنی از زیر این پایه دوبل دونه میگیرم، یه پایه کوتاه میبافم، دوباره یه دونه پایه کوتاه دیگه و 3 تا زنجیره، باز یه پیکوت میبافم و تو همینجا ببینید زیر همین پایه دوبل قلاب میره، نخ میگیرم، 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم. پس از زیر این پایه دوبل 2 تا پایه کوتاه بافتم، یه پیکوت، 2 پایه کوتاه. دوستان ممنون میشم اگه تا اینجا از ویدیو راضی بودید از این مدل بافت، این پست رو لایک کنید و کامنت برام بذارید. به این صورت من انگیزه پیدا میکنم تا آموزش های خیلی بهتری رو براتون ضبط کنم. خب حالا بعد از اینکه اینجا پای کوتاه رو زدیم، میایم تو این همون حلقه اولیه‌مون اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافیم و باز همون تعدادی رو که این سمت زنجیره زدیم به همون تعداد اینجا زنجیره رو بعد از این پایه کوتاهی که زدیم شروع میکنیم به زدن. پس من دوباره 45 تای زنجیره خودم رو میزنم و برمیگردم. بعد از اینکه زنجیره هامون رو زدیم، مثل این سمت بافت که بست ایجاد کردیم، دوباره تو دومین زنجیره قلاب میره، نخ میگیرم و تو حلقه ای که تو قلابم بود بیرون میارم و باز تو زنجیره بعدی همین کار رو تکرار میکنم. پس این بند این سمت رو هم مثل اون سمت ما با بست میبافیم تا به اولین زنجیرمون برسیم. به آخرین زنجیره رسیدم،
تو آخرین زنجیره بست رو میزنم و میرسم باز به این حلقه. اینجا هم باز یه پای کوتاه دیگه میبافم و میرم این قسمت پایه دوبل، یعنی البته 4 زنجیره شروع بافتمون هستش که حکمه پای دوبل رو داشت و این نخ ابتدای رج رو هم با خودم هم میگیرم تو بافت و 2 تا پای کوتاه هم از زیر این 4 زنجیره میبافم. بعد 3 تا زنجیره و یه پیکوت ایجاد میکنم. دوباره همین قسمت 2 تا پای کوتاه دیگه و باز میرم تو قسمت بعدی و این بافت رو به همین شکل دوباره ادامه میدم. 2 تا پای کوتاه، 3 تا زنجیره، یه پیکوت، دوباره 2 تا پایه کوتاه. پس این ور این هد رو هم مثل این سمت تو هر قسمت 2 پایه کوتاه میزنیم، یه دونه پیکوت ایجاد میکنیم با 3 زنجیره و 2 تا پایه کوتاه تو تمام این قسمت ها میبافیم تا به این انتها برسیم و بست انتهایی رو براتون بگم که بست میزنیم. خب بعد از اینکه تمام قسمت ها رو ما با 2 تا پایه کوتاه، یه پیکوت و 2 تا پایه کوتاه بافتیم و آخرین قسمت رو هم بافتیم، روی گندمی اولین پایه کوتاه که روی این پایه دوبل اول ما زدیم یه زنجیره زدیم، یه پایه کوتاه، روی گندمی اون پایه کوتاه یه بست میزنیم و یه زنجیره و نخ رو قطع میکنیم به این شکل و کارمون تمام میشه و این نخ رو هم لابلای بافت میبریم و پنهون میکنیم و یه بخار هم به بافتمون میدیم. ممنون که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که براتون مفید باشه. ببافید و لذت ببرید. تا آموزش بعد به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.